تا الان به این فکر کردی که چرا قطارها از ریل خارج نمیشن؟ دلیلش طراحی فوق‌العاده چرخ‌های قطاره. تصور اکثر ما از چرخ‌های قطاری همچین چیزیه، ولی این که اصلا روی ریل نمیمونه. خب اگه به چرخ‌های لبه اضافه کنیم چی؟ لبه چرخ‌ها اجازه نمیده که قطار از ریل خارج بشه، ولی سر پیچ به مشکل میخوره. راهکار مهندسا برای حل این مشکل استفاده از چرخ‌های مخروطی بود. چرخ‌های مخروطی از ریل خارج نمیشن و سر پیچ خود به خود تغییر مسیر میدن. حالا چجوری؟ اینجا که ریل به سمت راست خمیده میشه، قسمت کوچیک چرخ راست و قسمت بزرگ چرخ چپ با ریل قطار در تماسن و چرخی که در لحظه داریم روش حرکت میکنیم به این شکله. وقتی چرخ چپ از چرخ راست بزرگتر باشه، حرکت به سمت راسته و اگه چرخ راست بزرگتر باشه، حرکت به سمت چپه. مسیر رو ادامه میدیم و قطار به پیچ بعدی میرسه که به سمت چپه. این دفعه قسمت کوچیک چرخ چپ و قسمت بزرگ چرخ راست روی ریل قرار میگیره و باعث میشه قطار به چپ بپیچه.